پدری دختر خودش را در قمار می‌بازد. دختر وقتی خبر میشنود از خانه فرار میکنه و با عابد شهر پناه میبرد. عابد نیمه شب به دختر چشم میدوزد. دختر وقتی هدف عابد میفهمه از خانه عابد فرار میکنه و داخل کلبه کوچکی در جنگل تاریک میرود. داخل کلبه از 3 پسر مست را میبینه و دیگر از فرط خستگی از پای در میآید و صف میکنه. وقتی صبح از خواب بیدار میشوه میبینه کلی پتو روش شسته و داخل کلبه هم هیچ کس نیست. وقتی از کلبه بیرون میروه میبینه 3 پسر مست روی سبزه های یخ از فرط سردی جان دادن. با صدای بلند داد میزند که از قضا روزی اگر حاکم این شهر شوم وسط شهر 2 میخانه بنا خواهم کرد. جان 100 شیخ را به یک مست فدا خواهم کرد تا نگویند که مستان ز خدا بخ. لایکی